به صاحب میگه تو هیچ که پشت نمیگیره میخوایم میگه کلتا میگیرم دنگل میکنم میگه یگون بیگانه من بغرم نمیتید یگون بیگانه فقط تقایم آمدن خیلی بکنه پودپس من میگه امضا من میگه خودت به پرابلم نکن میگه یک تا حاجت خونه ندارم نمیموند همه زوری کرده چسبید خانه خالی میکنم گفته همه خیلی در گرفت سریعت کن گفت و گفت که حاضر قانون نبرامدگی که تو نخونده نفهمیده دست مونده میتی با خونده میگردی من دوست نیستم گفتم من گرچه نیستم گفتم من آدم کشتگی نیستم گفتم حقارت میکند من و حقارتی وی بدهن گرفته نمیتونم این ادوکات بوده ادوکات هم نبوده ماشینی بود انا خیلی زندگی میکند اگر رفتی نرفتی میبرم بچه‌هات قطعی محکم میکنم من برای بحث خانواده شما مراجعت کرده آمدم تقایم استان ظاهر همون خانه با 2006 سال قطعی آچم بحث داشتن همین خانه با مسکون کرد و لیکن تقایم اومده زندگی نکرد آبادی نکرد من آچم هم 3 سال کسل شد یگان بار خبر نگرفت همش خودم کردم من میرم میخواهم که همون به نام مادرم بوده اگه خانه را به نام خودم کنم صاحب ملک شوم یا خانم آبادی کنم اولم آبادی کنم نمیموند نه جماعتش گوش میکنه نه حکومتش گوش میکنه نه این بیته همش میگه که رفت ظاهر بیار 30 سال نبوده اگه آدم من برای چی میبیارم خونه به نام مادر گذاشتگی برای چی میبیارم 2019 16 نوامبر تقایم ولیزاده تخمینه برده است که تو سود بر رو اگر رفتی نرفتی میبرم بچه‌هات قطعی محکم میکنم من گفتم سودیا برای چی خونه اینه خالی کرده تی من گفتم عرضش تیه من بینم ادوکات به نشان تیم کن چی میگه تو خواهی نخواهی خونه خالی کرده میتی این زنه خودش وای با کماندروف که با ایسو شهر نبرفته بوده با وای یک بار رفت بعدی وای رفت 22 نوامبر به اسماعیل زاده فرخود من تو با یک بار میفهمونم و حالنامه همون قطعی مهم توییس نامه کردیم که تو باید همون خونه خالی کرده تی من گفتن نه این خونه 18 متر کوادرات اهل اویله من به نمیرسد سودیا گفتم خیلی دوا داشته باشد عریضش من دادی تو ادوکات ببرم گفتم ندادم با 29 در هفتگی نوامبر با همه خیلی گفتم همو گپا گفتم با گردوندم 3 دکبر در هفته تقایم 3 بچهش اسماعیل زاده فرخود به یگون اساس پراموی سیمین بلوک چیندن اسماعیل زاده فرخود فرمایش کرد که من جواب میدم بچین گفت من گفتم اساس داری کارت نباشد با گفت که لوحک دارم 9 ماه داشتم گفت که گیر بر و خونه خالی کن من گفتم هیچ جای خالی نمیکنم ای لوحک من حقوق تو بلند نیست گفت همینقدر سیمین بلوک چین رفت بعد رها شدم با من گردوندن گفت که تو بهار میشینی با خانه خالی کردن میتی من وجود میرم گفتم تقام شهر توسن زاده با خانه کاشانه دارد گفتم 50 ستوک جای انگوری دارد گفتم زمین پرزیدنتی دارد گفتم با شهر نه با 2 هکتار جای شالیگی هم دارد من همجا با کلان شده اگه همجا با همه خانه با من کلان شده اگه همجا با من زندگی دارم 30 ساله اینجا با نیسته ادریس زاده ماه ایون ده حاضرنگ سودیا انا میگه کاغذه غفصه انا میگه غفص شمک کاغذه اول یک تا سودیا خیلی بچه جوان رو کرد که اوچاسکوی وای قطعی رفشن زاده قطعی گفت که پاویسکه گرفتم پاویسکه رفتم نیسته من اگر تا کردم با رفتم نیسته سودیا نیافتم بعد دیگه نرفتم وقت کرانتین کجا میرم از جون چیز سیر شدم بعد چیز با آمد گفت که تو نروی ایرویتی سند می نویسم من گفتم خیلی نویس من چی آدم چی کار گنده کردم تو کار خودت کن گفتم پاویسکه اسپانیتل سود بیارد گفتم من به عرضه تقایم نشان میتید کپیش میتید خونده میتید یعنی من اینه گیر میگه من میره اما من ده سودیا
فرمایش کرد. من گفتم همون سودیا کارگر دارد. گفتم خطی من راز بر کرد. بعد سودیا برد. سودیا من خیلی غفص کاغذ بردگی میگه که ینگه من این کاغذ میگیری همش دست مونده تی. من گفتم اینجا به چی نویسته بچه جون؟ گفتم اینا خونده تی من فهمم چی نویسته. من نمیدونم معنیشه یا من با کپی اشتی مدبگت برم چی نویسته. با گفت که حاضر قانون نبرومدگی که تو نخونده نفهمیده دست مونده میتی با خونده میگردی. من دست نموندم. با گشتن رفتن. بعد من وای با عصبم بلی چین گرفت سودا بودم که تبلیت کم تمام شده خیست ویا رفتن. من اپتیکا برفتم دورو برفتم. بو نمیدونم کی رفتگی خونه برفتگی گفتن که بو آمدن رفتن شما نبودید. بعد من رفشن زوده وای برا نویستم این ویدیده. من گفتم قطعی سودی آمده همه خیلی زوری کرد دست مونده تی گفته. بعد ویا گفتن که خیلی اینا سودی روان کرده است. تویر زوده گفته که زم نچلنگی این ویدیو گفته ویا با من در آمدم. 4 بار شهرنه برفتم من قبول نکردن. 2 بار چپتوره برفتم من ندر آوردن پیش نچلنیک با. اینجا با عریضه کرده آمدن این ویدیو شهرنه روان کردم بو قبول نکردن. بو گشت آمدم. بعد عریضه کردم پس قبول کردن. نچلنیک میلیسای شهرنه گفتن که ینگا گفتن چی با اینجا با نه آمدید و با وزیر برفتید. من گفتم شیف گفتم چور بر اونجا برفته گفتن 2 بار اینجا با آمده. من ایدر ندر آوردن گفتم کی بود گفت. من گفتم یا قوقا که در روز نچلنیک میلیسا او چپتوره گفت که ما نمیبینیم سود برا گفت. من گفتم من برای میلیسا آمدم که هم خیلی نکنم تقام میبیاد جنگ میشد سویتوی کنده میرد گوهای خوی کرده میرد. انا درآمده گندمای من دنگله کرد خوری کرد اگر بنام مادر من اگر تو همه خیلی کرد. من زنگ زدم چسکای بوده کاری من نیست گفته نه آمد تقام میبیارد این تکون اون تکون گوید گفتگوی تقام اجرا میکند. این ویدیو آمدم این ویدیو تویر زده زنگ زدن که تو جدین این کاری تو نیست کاری اسپانی تل سوده تو چی در رفتی؟ با گفت که شیف من سودی روان کرد تو رویم قانونی روی خیلی کار نکن. شیف من خیلی من عذاب داده ایستاده اوچن گذشتگی من یگون شرایط ندارم همین شرایط ما سوس کنم میگم درمونم میگم نمیموند دیوال سوس کنم میگم نمیموند این به هیچ آمده دیوال گرفت گفتم انا من با عذاب داده ایستاده ونتیلاتور سمیشه کنده رفت مالخانه سمیشه کنده رفت و انبارخونه سمیشه کنده رفت گفتم بچه‌هاش قطعی میوه های چینده رفت گفتم وای همینو نبیایه گفته کامیرا موندم تا کامیراهای تاوانده مونده میوه چینده همه کارش کرده رفته همه خیلی کرد گفتم. بعد شیف گفتن که زن نچلنیک شریف زاده چی ده شهروند میبیاد من نمیفهمم من بخبرم گفت شما این چیکار کرده ایستادین گفت. چند فرزند دارین شما؟ 2 تا پسر دارم. یک کلین یا نیوره دارم. شوهرتون گذشتگی یا که جدا شده؟ زنده جدا شدگی. نه؟ خبر نگیرد؟ نه. تقاطون اومدن کی سر کرد بخونه؟ سال 16 نوامبر. یکم بار اون وقت اومد. دعوا از همون دوره سر شد. دعوا از همون دوره. لیکن اوچم گذشتم پس حکومت بدیدیم جماعت بدیدیم گفتو خلقو من ندیدگی من خودم ندیدگی ای پشت چیزی که کردگی ما نمیدونیم و چیزی که کردگی ما نمیدونیم. 14 ساله من 2006 آمدگی نیست 2006 چی؟ 2006 به همون رزبور کرد همون اوچم گفت که بسیار خودت نره گفت همون ایبود با سالدت تیار کردگی تا خبرش میتیم گفت خبرت میکند گفت همون گریختگیش گریخته رفت دیگه ناامد انا اکن با آمد همین زوری دارد. بغیر از این تقایتون با تقای دیگر داره؟ اکش استون فایت مرد هست وای هوای همین با خط میکردگی هوای قطی بچهش استون ستور همه میکره میکردگی خودش اسمین مستر علمی زواده 100 گکتار زمین گرفتگی و پولدار شدگی اکن این نه خط کرده من خونه برآورده هوای استون ستور خونه گرفتگی زویر در خونه در کن نیست زویر خونه دارد کار
کار استان ستاره اینجا بچه اکش همه کار هوای کرده استاد همش میشناسد و کارگرای ام بیتوم جماعت حکومت عادل همش هوای میشناسد زویر کی میشناسد و آدم شرط زاده تقام میبیاد جنگ میشد سویتوی کنده میرد گووی هوی کرده میرد انا درآمده گندموی من دنگله کرد جخوری کرد اگر بنام مادر من اگر تو همش من میخواهم که همین قانونی دیده برید من شما التماس میکنم